قصاب شما چی ما گوشت ما. خب دوستا شوخی کردیم و قنجگیزی لاله ما واقعا پارسال مردم امی برداشت کرد که مسترواری در ایرپورت که تاش ده ازت رفته در خاک افغان اونجا لیچی رقم شده مستقیم اونجا رفته. و خدا ما خیلی زمانا متوجه شدم که خیلی کامنت بد دیده. وقتی ما تشکری کردم به خدا بعد از 5 دقیقه هم ده کامنت خود دیلیت کرده. چرا رفته او برادر تو مرا ای افغانستان خو ما جور نمیتونم خراب خو نمیتونم که ممدوم نه جورش میتونم نه خرابش میتونم. ای ټیکداری افغانستان خو ما نگرفتم. همدوم د وطن خم و از میل هزارها یوتیوبر اینجی مایا اوم استا می دریا را پدرم که نقل منه اینی جایی کسته نه این می جایی کسته باورت ما این قدر آب زیاد بوده در اینجی که این یک آب 10 برابر از او از پیش از او جا بم رفته دیگه از اونجا اینا لاموز زمان مثلا یک ویدیو بود مثال میکردیم که چقدر مثلا انسان ها مثلا در حساب کره زمین جفاک ده که یال مو شما در تابستان می اینج یک جای آورد یاره شما کسته ام خوبیایش کسته جمع کن 99% خوبی تو نه 1% بدی یک دانه ثبات بگیرین خوبیایش هم کن منی یک دانه ثبات جمع کن امی بدیایش هم شما کسایی که می ویدیو را بیننده هستین آقای محمدی رو باز از یک سال دیدم خوشحال شدم واقعا که جور تیار دیگه سلام دوستای نازنین و عزیزای بیننده، خدا کنه که خوب و خوش و سالم و صحتمند باشین. دوستای امروز ما اومدیم به خیر در لب دریای سنگ ماشه، فضا رو سعی کو سبز و زیبا و قشنگ. دیگه امروز اومدیم در لب دریای سنگ ماشه که به خیر یک مقدار او بازی در لب دریا کنیم. دیگه باش که چی رقم میشه فرصت فراهم میشه نمیشه دیگه که بازی کنیم اینجی. دیگه یک جای خوب و زیبای دیگه شما در تصویرم سیل کنید چی رقم یک جای خیلی قشنگه دیگه شما بیشتر تصویر سیل کنید ما از لب دریا و اطراف دریا فیلم میگیریم بخشش از پشت از این ما تقریبا 1 سال که سرگردان میگشتم بعد یک کاری دیگه بودم نزدیک ها میشه منو بکنه کور دیگه رقم گرفتنم یا السلام علیکم اگر اشتباه نکرده باشم موضوعیت کامپیش یک جای منتخب کردیم همین بگیم که موضوع در کجا سر کنیم ما در کجا سر کنیم ولی ما دیگه ویدیو استم روزی که تو کابل خاص میخواسته ویدیو پخش تقریبا یک 5 ساعت که 6 ساعت بعد چی ویدیو از ما آپلود کردیم بدون از اینکه ما ویدیو استور خبر شدم او رو ما آپلود کردیم باز و مو ویدیو به خاطر این خیلی جنجالا بود دوستان فکر کرد که وقتی چی رقم شد سواری زمیندار دیگه کابل رسید مستقیم رفت به خاک افغان دیگه از نظر من سو بخشی از من شد من لاله جان چرا کسی چیه والا چیز کار کنید دیگه خانم رقم شد دیگه اینا قصاب شما گوشت ما تو خوب ماشاءالله خوب بخشید ما بخشید قصاب شما چی ما گوشت ما خب دوستا شوخی کردیم و قنجگیزی لاله ما واقعا پارسال مردم امی برداشت کرد که مسترواری در ایرپورت که تاش ده ازت رفته در خاک افغان اونجا لیچی رقم شده مستقیم اونجا رفته ای در ازارجات اینجا دورت نخورده لیکن ما که در ازارجات هم دادم بعد از 25 روز ما در خاک افغان رفتم پارسال لگی رقم شد که ما از اونجا مادم ویدیوی خود نشر نکردم تا که ما از اینجا پس نرفته بودم از او خاطر مردم امی فکر کرد مردم هم گناه نیا این کارا میشه دیگه اشتباهات از طرف از ما شده بود از طرف بعضی کسای دیگه هم شده بود دیگه لاله امرام که گیردی گفت که
قصاب شما دیگه گوشت ما دیگه بلیز دیگه تورنیه گردون دیگه نرم هیچ دیگه لالای دیگه قصه نیست. آقای سروری نه عزیز خوب شد که دمی ساحل دریا هست آردیش ماشتیک دن آره دوستای ما دریا اگرچه خیلی اگر خشنگ تو بین آمدم رم کردی نه ما خنجرم در جیب ما امیدوارم که آقای سروری از ما خلاصه ناراحت نه، نباشد نه، و نه، نه، نه. دیگه هیچ. چیزی به دل نداشته شد. نه خلاصه ما هدف از ما این نبود که خدا نخسته آقای سروری رو بدنام کنیم. بله دیگه کاملا. هدفی نداشتیم، فقط هدف از ما این Mistakes بود که یک میستیک شد دیگه. آه. از طرف از ما هم شد، از طرف خود آقای سروری کاملا مقدار شد. کاملا دیگه دوستام خلاصه یک کم ذره اشتباه کرد اونجی. کسایی که بین سوشال میدیا هستن مو باید گذشت خیلی داشته باشی. اگر گذشت نداشته باشی ایج نموشه ای کار دیگه او را که بیننده چیرخم قضاوت میکنه و دیست از اونایه دست خود بیننده هر کس اجازه خود داره هر آره. کس مو نظر شی هر رقم که کامنت میده اگر چنو در تیک تاک ها خیلی برشد رفیقای موزنجی از شاری پارت و از دیگه جایا ویدیو جور کرد. خب اینمیم سالم اینمی جنجالا بازم است. یعنی ما خود از ما یک چیز بگم دوستا که خود از ما زادگاه از ما زابوله درسته که ما زمین آبایی اونجا بوده لیکن ما که طفل بودم در دنیا اونجا بودم از بعد پس ای طرف آمدم لیکن ما از اونجا خیلی رفقای پشتون داریم خیلی رفقای ازبک و تاجیک ما داریم. متاسفانه امروز اگر ما قد یک برادر غیر از را یک دونه عکس هم بگیرم اونمو عکس جنجال برانگیز میشه میگه تو چرا رفتی قد از اونا. اینمی صحیح نیست دوستا. ما باید اینقدر منفی بافی نکنیم. ما باید یک نظر واضح داشته باشیم. افغانستان از کلگی از پشتون ازبک هزاره از هر رقم اقوام است. ما باید اینجا که می اما تعصب باید نداشته باشی. و دویمی دیگه اگر ما در یک مکتب برادرای پشتون ورم یک 400 یا 4000 یا 10000 کمک میکنم واکنش نشان ندین. در بند سنگجویلومو کلانترین کمک را برادر پشتونی ما کرده. دوم کلان رم برادر پشتونی ما کرده که از قندهار است. با این دوستا یک خورده گفته از مردم که نظر اما بازدید و منفی گرایی زیاد نباشیم. یک خورده دور بین باشیم. دور فکر کنیم که ما قنجقیزی اقوام زندگی میکنیم. قنجقیز نا نشست برخواست داریم و افغانستان خانه کلگی میدی صاحب. دقیقا نه آقای سروری یک گپ دیگه هم هست. البته باز ما خودیم چی رقم آقای سروری نه باز ما میگیم که انال خودت نام خدا مثلا بیننده زیاد داره مثلا سابسکرایبر زیاد داره هزاران نفر ویدیو رو میبینه باز در بین 1000 نفر شاید مثلا 2 نفرش باز مشکلات داشته باشد دیگه باشد. باز ما خودیم یک رقم هستیم یک نفر که کامنت کمک چیزام میده باز تشکر نمیگیم تشکر برادر از نظر لطفیم و خدا ما خیلی زمانا متوجه شدم که خیلی کامنت بد دیده وقتی ما تشکری کردم بخدا بعد از 5 دقیقه ده کامنت خود دیلیت کرده. حتی در تیک تاک یک نفر اماد یک روز یک چیزی گفت خلاصه یک گپ جدی گفت ما گفتم برادر تو حق داره هر چیزی میگی بعد از 5 شاوش اماد به خدا این قدر گفت تو چی رقم یک مثلا یک اخلاق داری با وجودی که ما این قدر جدی برخورد کردم گفتم مثلا ما کسیم مثلا ما یوتیوبریم یا آقای سروری یا قائل زاده یا هر کس مو مثلا ویدیو نزمور خیلی کسا میبینم مو قد یک نفری که کامنت میده یا نظر میده اگر طرف شنیم ده او واکنش نمیدیم دیگه او باختیم دیگه یادم کسایی که کامنت میده کامنتی خوب میدین خانش ما بود اگر کامنت بدم میدین خانش ما بود نه کامنت های بد نظر در کامنت نبوده احمدی گرامی. بعضی کسا مخصوص در ما زنگ میزنه ما واتساپ نمبرم بله یوتیوب یا سروری یا علیزاده یا میدی یا اسنی ویلاگ در افغانستان چه رفته او برادر تو مرا این افغانستان خو ما جور نمیتونم خراب خو نمیتونم که ممدوم نه جورش میتونم نه خرابش میتونم. این ټیکداری افغانستان خو ما نگرفتم همدوم در وطن خم و از میل هزارها یوتیوبر اینجی مایا اوم است دمی روزا از ولایت کابل از بعضی جایا ویدیو پخش میشه که 5-6 میلیون در یک روز بیننده میگیره یوتیوبرای خارجی مایا خورش موچ کارین خونا مایا میگوینی افغانستان را اکسپلور منه ما ممدوم افغانستان را اکسپلور منم دیگه مو خود من نه در کدام ایز بسم نه در کدام گروسم ما یک آزاد یوتیوبر هستم که در هر جای مرم و هیچ یوتیوبر حق نداره که در کشور بره بدیای دو کشور را به دنیا معرفی کنه. این حق نداره. این در زیر پلیس اینترپول هم میتونه اونمون نفر رمزونجی بیره اینجی او پاسخ بده که تو امی گوار که گفته این راست نیست ثبوت کو
امی پلیس اینترنشنال اینترپول برای چیه؟ برای این چیزا کسی که خبر نداره امیر خبر شنه. اینی ویدیوهای از ما بعد از 100 سال بلده نسل آینده ممنه که این سرزمینی آبایی و اجدادی من است. دقیقاً آقای کم سروری یک دوربین دیگه باشیم. بگم. خب ما قنیه از خودت هم گفتم می خانه قدیمی از ما که رفتیم اونجا ویدیو بله، گرفتیم نه. اینال ما آرزو دارم میگم خدایا کاش که ما یک زمان یک ویدیو هم بین خانه می داشتم که مثلا چقدر یک خانه کوچیک ما داشتیم در چقدر زندگی میکردیم. یا مثلا این می دریا را پدرم که نقل مونه اینی جایی که است نه. این می جایی که است باور تو ما این قدر آب زیاد بوده در اینجا که این یک آب 10 برابر از او از پیش از او جا به رفته دیگه از اونجا. اینا امروز زمان مثلا یک ویدیو هم بود مثال میکردیم که چقدر مثلا انسان ها مثلا در حساب کره زمین جفاک ده که یال موش در تابستان می اینجا یک جای آوه و این ویدیو رو که امروز گرفتیم اگر امیر رقم ادامه پیدا کنه بعد از 30 سال از اینجا دیگه آو نموره. آو نموره. خوش میشه. مردم سایل نه که یک زمان اینجا یک جای آوام بود نه. بله. خاطرات تازه میشه موشم شاید این ویدیو رو بعد از 20 سال 30 سال سال که یک زمان ما آقای سروری علیزاده دوستان اینجا لب دریا رفته بودیم. بله. نظرم چیز جنبه منفی ایج نداره. خدایی ولی مردم نظرش آزاد است. نظر میتونه بیده. نظر مردم آزاده دیگه زیاد دورم نرین. بحث برای ازی بود که لاله جان لب دریا گیر کده یم خوش گفت تون تیم دادیشیم حسابم خود گونچیم دیگه واقعا اگه شما باین سروری را از نزدیک شی یعنی که مثل از ما و احمدی کس از نزدیک شی دیدن کنین باز میگین که حالا چی رقم انسانه. دیگه انسان که در جامعه از ما مفید باشد هیچ زمان که است نباید مو پشت زور بگیری که چی رقم میر چپک نی چی رقم در منی کدال پرتک نی نه دیگه یا تایپایشی مثل که سروری گفت همه کار را خوب منی یک جای یک اشتباه سر سوزن وریه او رکست دقیقا اونمو جای رکست شما اشاره نین که اینمی آدم کسته در فلان روز اینی گبر گفت یاره شما کسته هم خوبیایش کسته جمع کن 99% خوبی تو نه 1% بدی یک دانه ثبت بگیرین خوبیایش هم کن منی یک دانه ثبت جمع کن امی بدیایش هم تول ترزوکین باز کسته خودگون چه مفهمین که یک یوتیوبر یعنی آقای سروری کسته واقعا یعنی که ما طول امزو مدت که ما امرایش رفت آمد درم همیشه آردیم کسته ویس یک دیگه خصین منی جور پرسانین فایس تایم زنگ مزنی یعنی بله هر ویدیو اینمی آدم چقدر انرژی خرج منه یعنی برای از خود خو نه اگر برای از خود باشد شخصی برای از خود خو اینجا عکس میگیرم و در تلویزیون استرالیایی خو در ملبورن شریف یک دانه شیرنیم دادان خورتنه اونو تا دو دانه جنگل ده چی منه سای منه ویدیو را نه ولی این ویدیو را کسته برای شما جور منه یک دانه ویدیو یک روز دو روز کسته در بر میگیره و انرژی خاص میخواه شمایی که مین امزو لحظه ای که شما در پرده تلویزیون خسای منین چبوق قضاوت نین که اینمی آدم کسته اینی رقمه خواهشان کسته کمک دور فکر کنین تا دریار که امی دریا کسته از دریا اولتر فکر کن بازو زمان مفهمین که اینمی آدم کسته خیلی انرژی زحمت اینال خیلی جایا کسته آدم میخواه بره در یک چکر مالستان خو اطلاعات اینجا چی نیه که در جی پی اس یا در گو جای دی کسته انفرماشون زور در بیره که والا فلان جای چی رقمه نه برین بلی ویدیو چبوک سعی کن که اینی جای سرسبزه بردمی جای کسته آقای سروری رفته امزو خانه که دو خواسته شاید موم بخوایی بگی رفیق آقای سروری حتی ما امسال در سیاد رفتم خیلی بچه ها امزو با سیاد رفت اینه خواهشان کسته امی ویدیو رو کسته مو پالوی دریا سفت منی برای شما دوستای نازنین شما خوبین مو خاک پایش می دیگه خواهشان اگر بد بودم امیر کومنت دین بگی آفرین آقای سروری را امی قصد که انرژی خرج منی برای از مو اینه اگر شما خوشم نمی واقعا ما اگر ویدیو که اپلود منم ما میگیم هیچ کس سید نکنه اصلا سید نکنه اگر خوش آمد سید کو اگر نماد هیچ سید نکنه خواهشان شما که سینین پس خوبین چرا کسته کومنت های ناقص میده دیگه بس دور نشنم ما زیاد گفتم لاله جان خسته این روز کسته باید در مابین آو چپک یه دل درون از ما بخی دیگر رقم میشه دیگه عزیزای دل
واقعا کس خوش خلاق باشه معلوم میشه. نام چی زنده بود؟ باشی، سلامت باشی. محمد حسین تخلص محمد حسین دیگه. محمد حسین دم کس تشویق کن و ویدیو شکست برین لایک کن، کامنت بزن. بچه خوب معلوم میشه. اگر خوب نمو بود مو در مابین دریا اندمی 2 متری پرتم کردی که تا بیگاری ساختمانی ورین پچ کریم کرد دیگه. د بد جای ما گیر کردین. خب دیگه ما میخواستیم که آوازی یالی ما آرچی مگه که تو این می کار کردیم گری ولی از خدا مار چیز کار منی دیگه. این تو قصاب خود تی چاقوم د دیستونه دیگه قضیه آدم چیز کار کنه دیگه. نه هیچ کار نمیشه. از او دور ما خیلی با فشار آمدم گفتم کجایا؟ امی وقتی که اعصاب خورد میشم گه زوی ما میگیم که سروری زوی کجایا؟ تو نشو بدی که ما شپکنم دیگه. در شپک دو ما قویم. آقای محمدی یک شخص بسیار خوب، یک آدم با اخلاق است، ولی اشتباهات گفتم امور رخ میده. کل انسان آیج گبی هم نیست دیگه. بازم خوشم ده اینجا لب دریای از ما. انسان خالی از اشتباه نیه یا آری از اشتباه نیه. همیشه آدم اشتباه منه در زندگی خو. آقای سروری عزیز پارسال بود فکر کنم، نه پارسال که شما آمادین خلاصه در ولسوالی خاک افغان رفتیم دیگه. ما منج رفتیم ولی بعضی از دوستا کامنت نوشته داد که خلاصه ما یک $500 خلاصه از طرف از ما کمک در مکتب ولسوالی خاک افغان. متاسفانه او کمک خو روان خو بخشیز ما خویج نکرد. حتی جواب زورم نوشته نکرد که نفرایی که دو اینجا بود خلاصه ما کم گرفتد که تو اون پیسه خورده کجا دیگه. دوستا ورقم اگر کامنت میدیدم امور خم کامنت ندین یا کامنت دیگه نوشته کید تشویق کین. اگر کامنت میدین امور باز عملی کین. مرد سر گپ خیلی دیگه گپ خزد باید استاچنه دیگه. او آدم ما کم گرفته که تو پیسه خورده تو باید بیدی دیگه. ما میگیم نقد بخشید ما اگر ایم کرد ما 100% چرا والا قیافتم بعد ماشاءالله چاق شده مو $500 رو بگمان زیده. والا $500 خودم چاق نمیشه دیگه. اون حق مردم. شاید اون مور انرژی خورده. والا ما انرژی خوشبختانه بگیم متاسفانه بگیم ایج نمیخورم. از آب دریا استفاده نشه. دو آب دریا دو بوز ماست دیگه نمیزی استفاده نه دوغ بوزک مخورد یک قسم ماشاءالله آباد نم بودی. والا ما کمی آب دریا رو بخورم دیگه جان خبر ندارم چرا. مایی همین ملک بسیار خوبه و هوایش خوبه دیگه. دمیت دریا به آوازی کنی باز برد خانه زردالو مردالو بخوری خون ما خود چی کلا. نه خیلی نوربند. زنده باشی سلامت باشی. خب دوستان زنده و سلامت باشین. شما کسایی که می ویدیو را بیننده هستین. آقای محمدی رو باز از یک سال دیدم خوشحال شدم. زنده باشی سلامت جور باشی. تیار دیگه ویدیو نظمو امینجا میشه خلاص. چی خوب شد که آقای محمدی رو ما میتر میگفتیم کجا گیر کنیم بیچاره که ولیش یگو کمری مخفی دارم چی رقم ورقتا کنم ولی نه کمری مخفی شد نه دیگه. نه نرم رفت دیگه. دیدار شد همین دیدار شم ارزش داره دیگه. از طرف از ما همین خندم نه یک دنیا ارزش داره. نگهدار. جور باشی زنده باشی.